سلام و درود دوستان عزیز ما. بعضیتون پرسان شد که کانال شما مول بزرگ یا ماشین بزرگ. راست گفت کانال خودم من هر چیزی که میوام برای دوستان میپرتم. بعضیا رکلام میدم بعضیا نه. کسی که معقول باشه دیگه من تا خونده تقسیم خود سالش اصایبش میپرسیم سالش چنه نرخوش هم میمونیم برای شما کسانی که معقول تو باشه در مکلی ماشین حاضر زمانو که ماشین نفت سالش هم من نمیدونم چنده سالش چنده که 2014 بوده دوستو موتور دو دوستو سستیانش خوب به نظر میرسد دوستو بالانش 90%. خلاصه نوراتو درش من نمیفهم چون من مول بازار هر جا میگرم اینا 4 تا الکتروپاکت داشته کاندیسیون تو کار کرده راحت دارن کله دیرنو کردم راحت کردم کارشون سلام. خلاصه من نوراتو اینو نمیدونم چی است استوپ استوپ اینا پرابگش دوستو 19 13 30 حالتش خوب است. موتورش هم از اکره اومدیت یکم دست در پوزیکسیون من کسی معقول باشد اگر رقماشون من در اکران میگذارم زنگ میزنید خریداری میکنید. من ماشین قرار داره در ناحیه مسجد جماعت مسجد حاجی امیر من حالتش خوب است در اونجا زدگی چقه نیست به نظر همین خیلی توزه به نظر میرسد. این بگیج اچخک شد میشه که خصمات 1 ساله اوتیلیزاسی همه چیز در جاش دوستان. این نرخش چند سوم میده گفت 140 با ارزان میشه دوستو. زنگ زنید معقول شود اگر خریداری 140 با ارزان میشه دوستان. همه چیزش قایدوی باور نه اپوش سالخنی شما معمولی است که انچه آسایش کردیم. رحمت برای همین خیلی کاندیسینر خوب ساختگی. خیلی رقم ها رو من در روی اکران میگذارم زنگ میزنه دوستان خریداری میدید. ماشین قرار داره در ناحیه مسجد دوستان. من در ناحیه مسجد جماعت مسجد حاجی امیر بهترین 140,000 با ارزان میشه. چند ایربگ داره؟ یک دنیا ایربگ داره دوستو. ابغرب سیدینی داره؟ خلاصه نواراتوش من نمیدونم دوستو. زنگ میزنید در این رقم روی اکران بدگی گویا همه چیز پرسان میشد خریداری میکنید دوستو. معقول باشد اگر خدا یارو مددگار برای کسی نصیب کرده باشد اگر برکه و های ماشین